او روزا آگوستوس قیصر امپراتور روم فرمونه دا تا هنو که می امپراتوری روم زندی بکردن کلچو سرشماری بود. یا سرشماری اولی بیده می ایام فرمانداری کورینیوس می ولایت سوریه انجام بیست. تا هر که به شهر آبو و اجدادیش رفت تا اسنویسی. یوسف هم از شهر ناصره که می ولایت جلیل بید به ولایت یهودیه رفت. به شهر داوود که به وام بیت لحم بگفتن سیان که او ایل و تبار نسل داوود نبی بید. او رفت اونجون تا پی نمزدش مریم که وسن بید اسنویسی کنه. اوسو که اونجو بیدن وقت وضع حمل مریم رسیده. اولی بچه‌ش که کوکی بید به دنیا آمد. او همی قنداق پیچنید و می آخری خفتونید سیان که می مموسرا جای سیشونه. اطراف بیت لحم چوپونون بیدن که می صحرا سر کردن و شوا اگلا خوشو پاسبونی بدن. یک ملاک خداوند بر هنو ظاهر بیست و نور جلال خداوند بر گردشو تابید و چوپونو جگرشو برس بید. اما ملاکه به هنو گفت مترسه سیان که ما خبر خوشه اشادی گپی کسی کل مردمه سیتو ابرده. امروز می شهر داوود منجی سی شمو به دنیا اومد. او خداوند مسیح نشو به این شونسی شمو که طفلیم می قنداق پیچیده و می آخر خفتیده پیدا بکنی. یک تا دستی گپی ملاکون آسمونی ظاهر بیستن که پی اون ملاکه در حمد خدا بگفتن جلال بر خدا می اوج آسمونا و صلح و سلامتی می زمین بین هنونی که خدا اهانو خوشنوده. وقتی ملاکا پیش هنو به آسمون رفتن چوپونو به یک دو گفتن بیای ریم بیت لحم اوچیایی که اتفاق افتیده و خداوند امون اهانو ملتفت کردن بینه. پی عجله رفتن و مریم و یوسف و طفل خفتیده می آخر جستن. وقتی طفل دیدن رفتن و اوچیایی که درباره او به هنو گفته بیسویده پخش کردن. هر که بفهمید اقصا چوپونو حیرته. اما مریم همه هنونه به خاطر سپرد و می دلش به هنو فکر. چوپونو برگشتن و اوسو خدا نسی اوچیایی که دیدن و شنفتن بید حمد و ثنا بگفتن سیان که همه هنو مطابق بیدن پی اوچیایی که به هنو گفته بیسمید.